ضمن تشکر از همه حضار محترم که برای بزرگداشت شاهرخ زمانی در این محل حاضر شدند، راستش خیلی سخته در مورد یک انسانی که سرشار از امید و انرژی و حیات بود صحبت کرد و از مرگ اون سخن گفت. شاهرخ با عدالت اجتماعی زندگی کرد و در راه عدالت اجتماعی و سوسیالیسم جان باخت. این مسئله است که نباید فراموش بشه. اگر جمهوری اسلامی شاهرخ رو به صورت مستقیم هم نکشته باشه، فشارهای جسمی و روحی زیادی که در مدت 4 سال و 3 ماه حبس به وی وارد شده بود طبیعتاً غیر قابل تحمل بود. 4 سال و 3 ماه حبسی که حتی یک روز هم مرخصی نداشت و در این مدت مادرش فوت شد، ولی متاسفانه اجازه حضور بر سر قبرش و یا مراسم تدفینش نیافت و همینطور در ازدواج دخترش نتونست شرکت کنه. همینطور از زندان تبریز به زندان یزد، از زندان اوین به زندان گوهردشت و به بند زندانیان خطرناک بارها منتقل شد. به مدت 47 روز تحت اعتصاب غذا بود که در این مدت به شدت لاغر شده بود و طبیعتاً تمام این فشارها میتونه یک سنگ رو از پای در بیاره، چه برسد به یک انسان. ولی به هر حال مسئولیت مستقیم جمهوری اسلامی در فوت شاهرخ زمانی امری اجتناب ناپذیر است، چرا که اگر شاهرخ زمانی مشکل جسمی هم داشت و یا بیماری هم داشت، بایستی این بیماری علاج میشد، امکان مداوایش در بیرون از زندان فراهم میشد که هیچ کدام از این موارد متاسفانه نبوده. من در مورد همپروندگی دیگر شاهرخ زمانی به اسم محمد جراحی هم میخوام صحبت کنم که من 5 سال قبل وکیل اون هم بودم و خوشبختانه توانستم در یک پرونده‌ای برای محمد جراحی که اون هم به 7 سال زندان محکوم شده، صرفاً به اتهام تلاش برای تشکیل سندیکای کارگری، در مورد اون هم صحبت کنم که همزمان با شاهرخ دستگیر شده و الان در زندان تبریز هست. متاسفانه زندانهای شهرستانها، مخصوصا زندان تبریز که من از این زندان اطلاعات زیادی دارم، مورد توجه قرار نمیگیره و به همین خاطر زندانیان در زندانهای شهرستانها بیشتر از زندانهای مرکز مورد آزار و اذیت روحی قرار میگیرند. محدودیت‌های مختلفی به اونها اعمال میشه، از قبیل عدم امکان ملاقات با خانواده، عدم تماس تلفنی با خانواده یا عدم مداوا در بیرون از زندان. به همین خاطر من انتظار دارم که نسبت به زندان‌های شهرستان‌ها هم دقت بشه. همینطور میخوام از آقای حسین علی محمدی که در حال حاضر به 13 سال حبس محکوم شده و من باز وکیل ایشون بودم 6 سال قبل که باز تونستم در اون پرونده هم برای حسین علی محمدی حکم براءت بگیرم، ولی الان 1 سال هست که حسین علی محمدی در زندان تبریز محبوس هست و به اتهام توهین به مقدسات اسلامی و همینطور تبلیغ علیه نظام 13 سال حبس برای یک جوان 24 ساله 25 ساله داده شده است. امیدواریم که روزی برسد که به جای صحبت از حبس ها و زندان ها و شکنجه ها بتونیم
از دموکراسی و عدالت صحبت کنیم. خیلی ممنون.